سلام بچه‌ها، امیدوارم هر جا هستین حالتون خوب باشه. امروز این توپو دیدم، گفتم با هم دیگه در مورد عدد پی یا همون عدد 3 و 14 بیشتر صحبت کنیم. ببین این عدد اصلا از کجا اومده؟ چرا ما باید برای محاسبه یه مساحت دایره مثلا باید بیایم شعاع رو ضرب در شعاع کنیم، ضرب در 3 و 14 کنیم؟ شعاع که مشخصه کجاست، از مرکز دایره تا نقطه روی محیط دایره، به این فاصله از اینجا تا اینجا میشه مثلا شعاع. محیط دایره هم اگه خواستیم حساب کنیم میشه قطر ضرب در 3 و 14. حالا میخوایم با هم دیگه ببینیم که این 3 و 14 از کجا اومده. بریم با هم ببینیم. خب بچه‌ها عزیز، واسه اینکه بهتر متوجه بشیم عدد پی یا همون عدد 3 و 14 چجوری به دست اومده و از کجا اومده، میتونیم با یک آزمایش خیلی ساده اینو متوجه بشیم. چیکار می‌کنیم؟ یه تخته برمی داریم، یه دایره با یه سری میخ‌ها درست می‌کنیم. حالا با یک نخ دور تا دور دایره رو میاریم، مشخص می‌کنیم که این محیط دایره ما چه اندازه‌ای داره. با چی؟ با این نخی که بستیم بهش. پس با این نخ دور تا دور دایره رو میاریم تا یک دور کامل بزنه. این یک دور کامل. حالا که تا اینجا مشخص شد محیط دایره ما چه اندازه‌ای داره، میایم اینو تقسیم می‌کنیم بر قطر دایره. اینو تقسیم می‌کنیم بر قطر دایره. ببینیم محیط دایره ما چند تا قطر دایره میشه. خب این یک قطر دایره. میایم پایین، این 2 تا قطر دایره هنوز جا داره. این 3 تا قطر دایره و یه مقداری خیلی کم که همون میشه 14 قطر دایره یا همون عدد 3 و 14 که ما داشتیم.